الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم استعيذ بالله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. پروردگار جل جلاله برای بندگان موحد خود منت میکند که من شما را امر نکردم مگر اینکه عبادت کنید پروردگارتان را چی به اخلاص، یعبد الله مخلصین له الدین، به اخلاص نیتی نیک میگن. و این خاطر برنا هر کجا که به اخلاص چیکار کنه پروردگار را عبادت کنه، نه به خاطر یک انسان ما را بینه یا یک انسان ما را بگه این نماز خون شده است، نه به این خاطر، بلکه به خاطر الله چیکار کنیم ما باید پروردگار را عبادت کنیم. نه اون کس ما را بینه مثلا بگه که اون نماز خون شده است یا مجبور میکنن، بلکه به اخلاص ما اگر پروردگار را عبادت کنیم الله ما را از همه فاحشگی، از همه بدی ها چکو میکنه نجات میده و درهای برکت رحمت گشوده میکنه برای ما. نگاه که در دیگر آیت الله متعال چی میفرماد؟ استعیذ بالله لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولکن ینال التقوی منکم. خداوند درباره قربانی کردن من و شما میگه گوشت و خون آن قربانی های شما میگه به خدا نمیرسد، ولی تقوا و پرهیزگاران بر او میرسد. مقصد الله مهربان به این قربانی که من تو میکنیم اون نیاز نداره، محتاج نیست، بلکه الله من تو نگاه میکنه تقوای من تو چقدر، ما هم کارا میکنیم یا نمیکنیم، ما خصیصی میکنیم یا چیکار میکنیم. با این خاطر برادران هر کجا که باشه نیت نیک بگیره انشالله به مقصدهای نیک میرسه. عبادت هم کرده به اخلاص به نیت نیک. نماز کوشش کنه که به عادت تبدیل ندهی. ها نماز عصرش من با عصر بخونم، شام شید پیش شام بخونم، خفتن شید خفتن. کوشش کنه که همچنان عبادت کنه که الله هم میبینه. پیامبر انگار چیز زیبا در حدیث مبارک میفرماید که اعبدوا الله کأنک تراه. شما همچنان پروردگارتون رو عبادت کنه امتی من که میبینه پروردگارتون رو. و این لم تکن تراه و انه یراک. رسول الله میگه اگر شما پروردگار رو نبینه الله شما رو دیده است. الله میگه من از رگ گردم و شما قریبم ای بندگان. الله ما رو نگاه میکنه ما چگونه عبادت میکنه. با اخلاص با نیت نیک عبادت کنه، قسم به خدا وقتی بعد عبادت هر چی مراد هر مقصوده که از الله طلب کنیم الله با ما میته، بلکه ما عبادت مخلصانه نداریم، با اخلاص نداریم. اصحاب پیامبر اینگه چقدر عبادت میکردن، چگونه نماز میخوندن. 2 رکعت نماز شو قریب برابر چند رکعت نماز ما بود. ما امروز نماز میخونیم هوش مونده دیگر جای. در دیگر حدیث چیزی با رسول الله صلی الله علیه و آله میفرماید که انما الاعمال بالنیات. این از جز از این نیست، همه عمل ها وابسته به نیتن، همه عمل وابسته به نیتن. به همین خاطر دوستای خدا علمای پیش میگفتی که در حقم دعا که دعام تی سفر دارم، میگفت خداوند موافق نیت را ثابته، تو چی نیت داری؟ به همین خاطر امروز میریم مسجد پر، چون میگیم با از مسجد میبریم نه برکت های، نه یکم ارزونی های، نه یکم خوبی های، نه یکم پیشروی های، به خاطر همه از برای خدا نمیره. بعضیش برای گپ گرفتن میره، بعضیش برای دزدی میره، بعضیش برای مردم نبینه گفته خودنمایی میکنه، ریاکاری میکنه. اگر همه اون مسجدی که میبینید جود نمیرسه از برای خدا که بروه، الله درهای رحمت گشوده میکنه. الله نگاه که در قرآن زیبای مکرم و معظم خودش میفرماید هر کسی که ایمان به الله بیاره تقوا را پیشه زندگی خود کنه، الله میگه من درهای رحمت مکشوده میکنم. درهای رحمت الله کشوده کشید همه رزق فراز زیاد میشوه، زمینا بگیم که حاصل خیز میشوند، کلخاصی با برکت میشوند، سوداگرو با انصاف میشن، همه رحمت الله همه جا میگیره. و اگر ما الله با اخلاص با نیت نیک عبادت نکنیم، سرپیچی کنیم، خداوند رحمت چه مغفرت چه برکت چه هر روز دوره چکو میکنه برداشته میکنه. به همین خاطر شیخ سعدی میگه مردمان روز بیهی میطلبن از ایام، مشکل این است که هر روز بدتر میبینم. بنده های الله میگن که فرداش خوب میشه انشالله، ماه دیگه خوب میشه و سال دیگه خوب میشه، نه که بدتر میشه.
به خاطر که ما قدر دین خود نمیدونیم. الله به اخلاص به نیت نیک عبادت نمیکنیم. اگر ما الله به اخلاص به نیت نیک طلب عبادت کنیم، هر چی در دل آرزو میکنیم از دنیا، حالی او را فکرش را نکردن که الله به ما میتوره چی زیبا میبرم و ما یتق الله یجعل له مخرجا. خدا میگه از من بترس، همه مشکلات آسان میکنم. خدا همه ما و شما را به اخلاص به نیت نیک موفق